پنجه چنارهای پیر با قدامت تاریخی 4 الی 500 ساله که در منطقه خم ولسوالی کوبن قد برافراشتند. لانه امن برای پرندگان متنوع به خصوص مرغ مینا که از قدیم الایام در شاخه های آن با خس و خاشاک خانه ساخته که هنگام غروب و طلوع آفتاب نغمه های متفاوتی را می نوازند. شمار از این پنجه چنارها با دستان پادشاهان وقت غرس شدند طوری که امیر حبیب الله خان در دوران حاکمیت خیش که برای اجرای حکمی به زیر این درختان آمده بود این یک اصل چنار را به طور یادگار غرس کرده است. باشندگان محل در کنار تصمیم گیری های مهم مانند تقسیم آب و فیصله های اصلاحی مراسم شادی و غم خویش را نیز در زیر این درختان برگزار می کنند. چیزی گذشته هستم کچی که از آن چنارا تقریبا 500 سال کرامت تاریخی دارم. چیزی که مجالس که صد ولایت از بتونه چی کاتی از فصل بتونه. امیر حبیب الله خان ایتی که آکی منطقو که مشورو کسی که یادم متا میدم شرا صادر بیونه ایده سوگ میدم بیتا اجرا بینه با وصله یوگ میدم صادر بین ایده عرصی چناره که دته سادم چناره بیدر لیست تیسی نیلاتی ولی اما تقسیمات هر رسام کتابی که دار جنگ بیدر از خدم قرآن مجالس دار جنگه آدمیسی سکور چناره به پیلن خواهده اما یاوزه ده دخلیو کنت اشغال چیه میگی برتن آتی نگود کتنگه ولی چی که مجالسان آتی اما دایر بتوسته. در فصل تموز که هوا گرم می شود زیر سایه این درختان مکان دلنشین برای مجالس جوانان است که از نسیم سرد و خوشگواران لذت می برند. اما این درختان زیبا و قامت بلند در این اواخر به کمابی روبرو شدند که امکان خشکیدن آنان بیشتر شده است. منطقه تاریخی خوب بیاق با اصول یخچال طبیعی شخصا تانکو کمال وقت بیکار بتیم هماری تگا پلی بدیم استراحت خیلی لذت بخشه و دوم چنار گرفتی خیلی کرامت زیاده عربای مواجه به کماوی بیچنده دولت محترم امارت اسلامی خواهش کردیم که یک توجه خاصه این منطقه محیط خصوصا چناره کرے دیتا ایدر غورگ ایدر آباتی کرسی بیاگنده همه چنور خوش میپرنده. این درختان با برگ های 5 پر نماد این منطقه بوده و از روستاهای دیگر قابل مشاهده می باشند. تنه این درختان استوانه شکل و پرچوب است که قدران تا 18 متر رسیده و ساحه وسیع را در پناه سایه بلند خود پوشانیدند. منطقه خم از روستاهای شرقی نزدیک به مرکز ولسوالی کوبند است که با داشتن آب و هوای خوب از مناسب ترین منطقه برای باغستان‌های بادام بوده و نزدیک به 100 فامیل پشه زبان در آن زندگی می کنند. پنجه چنارهای پیر